سلام تماشابینان گرامی، خلاصه خبرهای مهم 18 اکتبر تاجیکستان و منطقه را از پایگاه خبری بامداد برایتان پیشکش میکنیم. شروع میکنیم از یک نگاه کوتاه به سرخط خبر مهم روز در این برنامه. مصاحبه با بیروز از دوشنبه که در جنگ اوکراین اسیر افتاده است. بر اثر ترکش در بیمارستان غزه 100 فلسطینی کشته شدند. کروبس در جماعت زرحلال پول داده جانت خلاص، پول نداده به خدمت رو. 130 ماشین یوری بشری تاجیکستان به مردم ضرر دیده افغانستان. بازداشت جوان تاجیک هنگام از سر دیوار زندان روسیه به درون پرتافتن چند تلفن و حشیش. و اکنون تفصیلات خبرها. ژورنالیست شناخته اوکراینی دمیتری گردون اخیراً مصاحبه مفصل قریب نیم ساعته را با بیروز نام یک جوان 26 ساله زاده شهر دوشنبه که در جنگ اوکراین اسیر افتاده است نشر کرد. بیروز از جمله آن مبعوثان تاجیک است که از زندانهای روسیه با وعده آزادی به جنگ ضد اوکراین جلب کرده شد. بیروز در این مصاحبه نقل کرد که سال 2013 وقتی که همگی 16 سال داشت در روسیه به نزد پدرش آمد که در یک خواجگی کشاورزی فرمری میکرد. او 19 سال داشت که با جرم دزدی و غارتگری محکوم به زندان شد. بیروز بعد از زندان آزاد شدن یک مدت در یک انبار به حیث حمال کار کرد، ولی باز محکوم به زندان شد، این دفعه برای قاچاق مواد مخدر. بیروز میگوید در یک محبس در شهر تلیاتی ولایت سمارا ادای حکم میکرد که جنگ اوکراین سر شد. بیروز میگوید بعد سر شدن ترغیب محبوسان برای رفتن به جنگ میگفتند که نیم سال می جنگید و تمام به آزادی میبرید. 2 دفعه اول خود ایوگنی پریگوژن رهبر چریکا واگنر آمد، میگفت که ارتش روسیه همه را از دست داد، کمک لازم. در محبس ما بیش از 500 محبوس بود. دفعه اول پریگوژن بیش از 200 نفر را یعنی 31 محبوسان را با خود به جنگ برد. دفعه دوم یگان 15 کس رفت. با آدمان چریکا واگنر دفعه سوم از وزارت مدافع روسیه اومدند، میگفتند که نیم سال خدمت میکنید، اگر خواهید دوام میدید، نخواهید به آزادی میبرید و با سر بلند بی داغ سعودی کار و زندگی میکنید. بیروز 2 دفعه اول به وعده های چریکا واگنر داده نشد. دفعه سوم به پیشنهاد وزارت مدافع روسیه راضی شد و لباس محبوسی را به کاموفلاژ عوض کرد. بیروز میگوید به فرق از آدمان چریکا واگنر که فرستادن محبوسان به خط پیش جبهه را پنهان نمی‌کردند، آدمان وزارت مدافع آنها را فریب داده گفتند که آنها را به خط دوم دفاع میبرند، نه به خط اول. بنا به نقل بیروز آنها را ماه سال 2023 یگان 2 هفته در حدود ولایت دنسک مشق داده به جبهه فرستادند. ما هنوز تا خط جبهه نرسیده تلفات زیاد دادیم، هم 200 و هم 300، یعنی هم مرده و هم زخمی ها. در یک مدت کوتاه از 110 نفر ما همگی 35 نفر موندیم، دیگر همه یا 200 شدند یا 300. مرده ها تا چند روز آنجا می خوابیدند، کسی جمعشون نمی کرد، رنگ و رویشون سیاه می شد، بو می گرفتند. وقتی مرده ها رو می دیدم دلم بی حضور می شد، قای می کردم، خیلی ترسیده بودم. به خودم می گفتم که اگر خدا مرا از این ورطه خلاص کند دیگر هیچگاه به دست سلاح نمی گیرم. به ضد هیچ کس نقل می کند بیروز. وقتی که اونا همگی 35 نفر موندند، بیروز و همه رقونش را برای استراحت فرستادند. در همین وقتی که از سربازان به آنها گفته است که در بین نیروهای اوکراین یک خویشاوندش می جنگد و اگر بخواهند می توانند تسلیم شوند و جان خود را خلاص کنند. بیروز می گوید که یگان بار در طول 1 ماه خدمتش یگان تیر خالی نکرده بود و از این رو این پیشنهاد را پذیرفت. به آنها را نشان دادند که چگونه بی آسیب از میدانهای مینه‌کاری شده گذرند و تسلیم شوند و آنها از این امکان استفاده بردند. بیروز میگوید حالا دلش میخواهد به تاجیکستان برگردد. 10 سال باز نبودم در تاجیکستان، خیلی دلم میخواهد که به وطن برگردم. میگوید بیروز. روسیه 24 فوریه سال 2022 به اوکراین حمله کرد و در هفته‌های اول یک قسمت قلمرو آن کشور را اشغال کرد، ولی بعداً تناسب نیروها تغییر یافت و اوکراینی‌ها یک قسم قلمروهای از سوی روسیه اشغال شده را پس گرفتند. اکثر آنها محبوسانند که به وعده آزادی زود داده شده جان خود را در این جنگ بیگانه از دست دادند. شام سه‌شنبه 17 اکتبر سال 2023 بر اثر ترکش موشک در بیمارستان الاهلی در سرزمین‌های فلسطین غزه 100 نفر کشته شدند. در این بیمارخانه نه فقط بیماران تبابت می‌گرفتند، بلکه 100 تن از ساکنان از بمباران اسرائیل به اینجا پناه برده بودند. گروه حماس
که نظارت نوار غزه را در دست دارد درباره هلاکت حدود 500 نفر خبر داد و اسرائیل را در این حمله گناهکار کرد. اسرائیل شماره اعلام شده کشته شدگان را مبالغه نامیده و در عین زمان دست داشتن خود در این حمله را رد کرد و آن را نتیجه خطا رفتن یک موشک گروه فلسطینی جهاد اسلامی خواند. رهبر فلسطین محمود عباس در سرزمین‌های فلسطینی به یاد قربانیان حمله به بیمارستان غزه و همه قربانیان دیگر 3 روز ماتم اعلام کرده است. نماینده ارتش اسرائیل کنتر ادمیرال دانیل خاگاری صبح 18 اکتبر به ژورنالیستان خبر داد که شام سه‌شنبه ساعت 18:15 به وقت محلی گروه حماس به سوی قلمرو اسرائیل چندین موشک پرتاب کرد. ساعت 18:59 جهاد اسلامی به پرتاب کردن موشک‌هایش سر کرد و در همین وقت خبر ترکش در بیمارخانه غزه رسید. خاگاری گفت حماس می‌داند که ترکش در بیمارخانه غزه نتیجه خطا خوردن موشک جهاد اسلامی است، ولی معرکه جهانی را برو انداخته است تا اسرائیل را عیبدار کند. جهاد اسلامی سازمان فلسطینی که از سوی ایران حمایت می شود در حمله حماس به ضد اسرائیل فعالانه اشتراک داشت. بر اثر خطا رفتن موشک این سازمان و ترکیدن بیمارستان را رد می کند و ادعای اسرائیل را دروغ می نامد. ترکش در بیمارستان غزه پر قربانی ترین حادثه از زمان آغاز حمله حماس به ضد اسرائیل به شمار می رود. این ترکش پر قربانی موج اعتراض ها را در غزه، سرزمین‌های فلسطین، اردن، استانبول و چندین کشور دیگر مسلمانشین به بار آورد. نماینده وزارت تندرستی فلسطین صبح 18 اکتبر گفت عملیات بیرون کشیدن جسدهای قربانیان در بیمارستان همچنان ادامه دارد. این حمله در حال رخ داد که پرزیدنت امریکا جو بایدن به خاطر بررسی بحران اخیر راهی خاورمیانه بود تا با رهبران اسرائیل و فلسطین و مصر و اردن ملاقات کند. روسیه و امارات متحده عرب خواستار برگزاری نشست اضطراری شورای امنیت سازمان ملل برای بررسی این حادثه شدند. این نشست صبح 18 اکتبر به وقت نیویورک دایر می شود. رهبران جهان در عموم ترکش در بیمارستان غزه را محکوم کردند، اما در حالی که سران دولت‌های عرب اسرائیل را گناهکار می کنند، رهبران غربی و سران سازمان‌های بین المللی از ابدار کردن این یا آن جانب خویشتن‌داری می کنند. در تاجیکستان یک سلسله منصب‌های دولتی به تعبیر معروف روغنی است که اکثرا در عوض پول فروخته می شوند، از جمله منصب‌های مهندس زمینساز، رئیس جماعت، رئیس مکتب و زمین، مدیر مکتب، مدیر کودکستان، مدیر معارف و مردم بعضا در حیرت می افتند که چگونه یک راننده تاکسی به ناگاه یک صبح گالستوک بسته و کاستوم می پوشد و رئیس جماعت یا مدیر معارف می شود. یک نمونه برجسته این اقبال نعمت الله خسروبشه یکی از رهبران وزارت معارف بود که یک راننده عادی بود و ماه اکتبر سال 2022 یک بار مدیر معارف نویه رودکی تعیین شد و الکی بعد 3 ماه کاریش برای دور بستن مدیران همه 65 مکتب این نویه باز داشت و به کروپسی عیبدار شد. به کسی پوشیده نیست که وقتی هیچ بودگان در عوض پول به منصب‌های روغنین دست می‌یابند، با سوء استفاده از منصب‌ها دست به فساد و رشوه‌خوری زده، اول در فکر نه یگان پیشروی بلکه در پی اون میشوند که پولهای برای خریدن منصب صرف کرده خود را پس بیارند. ساکنان جماعت دیهات زرحلال شهر استرافشن همین گونه از رئیس این جماعت حمیدوف شاه اکبر شکایت دارند که چند سال پیش از منصب معاون رئیس جماعت برای کدام گناه برکنار گردیده به روسیه به مردکاری رفت و تقریبا 1 سال پیش بعد از روسیه برگشتنش به ناگاه رئیس جماعت تعیین شد. در حد حمیدوف به گفته ساکنان رهبران جماعت برای تمام چیز از مردم پول میکندند، حتی برای ازدواج. رئیس جماعت شاه اکبر حمیدوف به واسطه نسیم نام ملازمش که در بخش تنظیم کار میکند و تقسیم کردن دعوتنامه‌های کمیساریات حربی هم در دست اوست، از جوانانی که تابستان ماه ایول و آگوست زن میگرفتند اگر به خدمت حربی نرفته باشند از هر کدامش از 2000 تا 3000 سومونی طلب کرده و تنها بعد این به گذرانیدن تویشان اجازت میدادند. به آنهایی که از دادن پول سرکشی میکردند اجازت توی نمیدادند و روی خط میکردند که ماه اکتبر یا نوامبر برای رفتن به خدمت تیار شوید. نوشتن در عریضه شکایتیشان به پایگاه خبری بامداد ساکنان جماعت زرحلال. موسم دعوت به صف قوه‌های مسلح به قول مردم وقت پویزکدی برای رهبران جماعت به یک موسم پولغنداری تبدیل یافته است.
به گفته ساکنان شواکبر امیدوف همراه با اما نسیم پویسکتیک به خانه ساکنانی که فرزندانشون در روسیه در مردکاری هستند رفته میترسوند که اگر بچت رو آورده برتش نفرستی برده محکمت میکنیم. معلوم است که کم کسی پسرش رو از روسیه برمیگرداند و برتش میفرستد. آنها مجبورند که بر رئیس جماعت و نسیم 1000 تا 1500 سومونی دوده جان پسرانشون رو تو موسم آینده بخرند و در موسم آینده عین ماجرا تکرار می شود. بعد رئیس جماعت تعیین شدن شواکبر حمیدوف شهردار استرافشان احمد مامورزاده شرط گذاشته بود که اول پسر خودت را به خدمت میفرستی و تنها بعد این به کارت ادامه میدی. حمیدوف به گفته ساکنان در حقیقت پسرش رو از روسیه آورده به خدمت فرستاد. پسر او در خود استرافشان در یک قسم نظامی در دهه روگوند مرکز جماعت صبرستان در مرز با ازبکستان خدمت میکرد، ولی امکی 6 ماه خدمت کرد و جوابش دادند. ساکنان میپرسند مگر قانون برای رئیسان و مردم عادی دیگر است که پسر این منصبدار امکی نیم سال خدمت کرد و فرزندان مردم باید 2 سال خدمت کنند؟ این تفسیری که ساکنان از جماعت زرحلال نوشتند خاص تنها این جماعت نیست. متاسفانه پولکنی برای از گذراندن توی و معرکه تا درخواست قطعه زمین، رفتن و نرفتن به خدمت حربی و 1001 حجت دیگر در دستخوش بسیاری از منصبداران محلی در بسیاری از جماعت‌های تاجیکستان. تماشابینان عزیز، یادآور می‌شویم خلاصه مهمترین اخبار تاجیکستان را از پایگاه خبری بامداد تماشا دارید. برنامه را ادامه می‌دهیم. روز 8 اکتبر سال 2023 یک کاروان بزرگ کمک‌های بشردوستانه حکومت تاجیکستان برای مردم از زمین لرزه ضرر دیده افغانستان برابر آمد. خبرگزاری دولتی خاور خبر داد که این کاروان کمک‌های بشری با دستور پرزیدنت تاجیکستان امامعلی رحمان فرستاده می شود و خاور آن را نمونه عالی غمخوری‌ها و دستگیری‌های پیوسته امامعلی رحمان از مردم دولت همسایه نامیده است. به اطلاع خاور کمک‌های بشردوستانه حکومت تاجیکستان از لباس و پایافزار زمستانه، مواد خوراکه، مساله ساختمانی، خیمه، جلد خواب و روی پوش‌های زمستانه و دیگر اشیا برای زندگی ضرور عبارت بوده نزدیک به 3300 تن تشکیل می‌دهد. گفته می شود که این کمک بشردوستانه تاجیکستان به مردم از آفت طبیعی ضرر دیده افغانستان توسط 130 ماشین بارکشانی به افغانستان انتقال داده می شود. اخیراً آوازخوان شناخته تاجیکستان صدرالدین نجم‌الدین نیز اعلام کرد که به یاد شهیدان زمین لرزه هرات نشر کلیپ نوش را به تأخیر گذاشته است و هم تصمیم گرفته است که از فروش هر چپته نو کنسرتویش که از 11 نوامبر تا 31 دکامبر سال 2023 در چند شهر اروپا از جمله در استکهلم، امستردام، وین، فرانکفورت و هامبورگ برپا می شود 5 یورویش را برای کمک به ضرر دیدگان می گذراند. ولایت هرات در شمال غرب افغانستان را در نیمه اول ماه اکتبر در بین یک هفته یک باره 3 زمین لرزه سنگین شدتشان بیش از 6 بال تکان داد. بنا به حساب سازمان‌های جهانی تندرستی در زمین لرزه اول که روز 7 اکتبر رخ داد و مرکزش نویه زندجان ولایت هرات بود 1480 نفر کشته شده، نزدیک 2000 نفر دیگر جراحت برداشتند. برخی منابع دیگر شماره قربانیان این زمین لرزه را بیش از 2000 نفر ولی مقامات طالبان بیش از 1000 نفر میگویند. سازمان‌های امدادی میگویند این آفت‌های طبیعی 10,000 ساکن ولایت هرات را از خانه و در محروم کرد. به حساب سازمان ملل تنها برای ارائه کمک‌های عاجل به ضرر دیدگان دست کم 93 میلیون دلار لازم است. وزارت کارهای داخلی جمهوری مردم روسیه روز 7 اکتبر سال 2023 خبر داد که کارمندان پلیس و اداره زندان‌ها در حدود نویه زوب و پلیانه یک کوریر شرکت یاندکس تاکسی را هنگام اجرای فرمایش یک محبوس دستگیر کردند. به ضد این قاصد با اتهام مساعدت به قاچاق غیر قانونی مواد مخدر پرونده گشودند. بنا به اطلاع پلیس مردوویا یک شهروند 25 ساله تاجیکستان که در ولایت مسکو ثبت نام داشت در نزد دیوار یک محبس در نویه زوبوه زمان دستگیر شد که میخواست چند بسته را از سر دیوار به درون محبس پرتاید. در این بسته ها چند تلفن موبیلی و همچنین 93 گرم مواد مخدر نوع حشیش یا چرس پیدا کردند. بنا به فریضه تفتیشات یک محبوس این زندان توسط مسنجر برایش آوردن تلفن ها و مواد مخدر را فرمایش داده است. در ویدیو کوتاه لحظه بازجوییش جوان تاجیک
که در شرکت یاندکس تاکسی هم چون کوریر کار میکرد گفت که نمیدونست در درون بسته‌هایی که میبرد مواد مخدر پنهان کردند. این جوان توجک میگوید چند بسته رو به او آدمان برایش نوشناس داده خواهش کردند که به مردو برده به محبوس برساند. جوان با ماشین تاکسی از مسکو 450 کیلومتر رو طی کرده تا زوب و پلیان آمده است، ولی هنگام به درون محبس پرتافتن دستاویز دستگیرش کردند. تفصیلات دیگر قضیه دسترس نیست. وزارت کارهای داخلی مردوویا گفت تفتیش حادثه ادامه دارد و تفتیشات در حال حاضر مشغول معاین کردن جزئیات و شریکان این جوان می باشد. در عموم بنا به آمار اداره فدرالی زندانهای روسیه در محبس‌های این کشور بیش از 7000 تاجیکستانی ادای حکم می کنند. بسیاری آنها برای جنایت‌های چون تخلب اسناد، عبور غیر قانونی مرز روسیه، دزدی و قاچاق مواد مخدر زندانی شدند، ولی آنهایی هم زیادند که در روسیه برای آدمکشی، غارتگری و جنایت‌های دیگر سنگین محکوم به سالهای طولانی محبس شدند. یک کفشیرگر برقی یا الکترسوارشک از تاجیکستان در یک ساختمان در حوزه شهر میتیش ولایت مسکو به طور فاجعه‌ای هلاک شده است. در این باره روز 17 اکتبر سال 2023 با تکیه به منبعش نشریه امکا خبر داد. بنا به اطلاع منبع امکا این حادثه فاجعه‌ای در ساختمان انگار در شهرک پتیسی فابریکا رخ داده است. به گفته منبع هنگام جابجا کردن چوب و تخته یکی از این تخته ها تصادفاً به یک پروفیل آهنین رسیده است و پروفیل به بالای سر کفشیرگر چپه شده است. در نتیجه کفشیرگر جراحت وزنی جسمانی برداشته است. او را در حالت وزنین به بیمارستان بردند، ولی طبیبان نتوانستند مردکار تاجیک را از چنگ مرگ نجویند. کفشیرگر بعد چند ساعت در بیمارخانه به هلاکت رسیده است. تفصیلات دیگر حادثه دسترس نیست. نام، نسب و سن و سال مرد هلاک شده نشر نشده است. تنها همین قدر معلوم است که او زاده تاجیکستان است. هر سال بیش از 1 میلیون نفر و تقریبا نصف اهالی قابل کار تاجیکستان برای پیدا کردن روزی خانواده‌های خود به خارج و اساساً به روسیه به مهاجرت کاری می روند. هر سال در روسیه به دلایل مختلف تا 1000 نفر از مهاجران تاجیک می میرند. فلاکت‌ها در جای کار و جای زیست و بیماری‌ها و صدمه‌های نقلیاتی از علت‌های عمده مرگ مهاجران تاجیک در روسیه نام برده می شود. تماشابینان عزیز و گرامی، این بود مرور به خلاصه چند خبر مهم امروز تاجیکستان. خبر و گزارش‌های بیشتر از تاجیکستان و درباره تاجیکستان و اطراف آن را در سامانه پایگاه خبری بامداد در این نشانه پیگیری نمایید: www.bomdad.com. خوش باشید.